حمد و سپاس مخصوص الله هست که بر بنده‌اش محمد کتاب قرآن را نازل کرد و هیچ گونه کجی و انحرافی در آن قرار نداد. در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتاب‌های آسمانی است تا بدکاران را از عذاب سخت او بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می‌دهند مژده دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست. همان بهشتی که جاودانه در آن خواهند ماند. و نیز کسانی که گفتند الله فرزندی برای خود برگزیده است بیم دهد. نه ایشون به این سخن علم و آگاهی دارند و نه پدرانشان سخن بزرگی از دهانشان بیرون می شود. آنان جز دروغ نمیگویند. پس گویی میخواهی در پی ایشون خود را از غم و اندوه هلاک سازی اگر به این سخن قرآن ایمان نیاورند. ما آنچه که روی زمین است زینت آن قرار داده ایم تا آنها را بیازماییم که کدام یکشان عمل بهتر میکنند. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌فرمودند این سیاه دانه برای هر مرضی غیر از مرض سام شفاست. گفتم سام چیست؟ فرمودند مرگ. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. از ابن عباس رضی الله عنهما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند شفا در سه چیز است: نوشیدن عسل، نیشتر حجامتگر و سیخ داغگر و امتم را از داغ کردن منع می‌کنم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، أشفاء لا شفاؤك، شفاء أيغادر سقما. از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عیادت مریضی می‌رفتند و یا مریضی را نزدشون می‌آوردند می‌گفتند پروردگار مردم، مرض را از بین ببر و شفا بده که شفا دهنده تو هستی و شفایی جز شفای تو نیست و انچنان شفایی بده که هیچ دردی با او باقی نماند. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند خداوند میگوید اگر بنده‌ام را به از بین بردن بیناییاش مبتلا سازم و او صبر کند در عوض آن جنت را برایش میدهم.